سلام عزیزان بیننده، اینجا باغ گیاهشناسی مشهد است. من غلام یحیی انصاری با همکارانم هر یک یگانه هاشمی و دیبا تاجریزی با یک برنامه جدید در خدمت شما هستیم. در باغ گیاهشناسی مشهد گاهی بازارچه های صنایع دستی برگزار می شود که از غرفه های صنایع دستی دیدن خواهیم کرد و صحبت خواهیم کرد روی نقش صنایع دستی در توسعه صنعت گردشگری. پس با ما تا آخر برنامه باشید و از داشته های این برنامه ما لذت ببرید. صنعت توریسم یکی از مهمترین صنعت‌های درآمدزایی در کشورهای مختلف به شمار می‌رود. این صنعت در کنار جاذبه‌های گردشگری و مکان‌های تاریخی وابستگی بالایی به صنایع دستی دارد. بسیاری از کشورها با تمرکز بر رشد تولیدات صنایع دستی سود بالایی را از تجارت در این زمینه به دست می‌آورند. معمولاً جوامع متمرکز بر صنعت گردشگری با ایجاد راهکارهای کاربردی برای چند محصولی کردن صنایع دستی علاوه بر شناساندن فرهنگ خود به دیگر کشورها یک مسیر امن اقتصادی را نیز کنار سایر برنامه‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند. بر همین اساس در این برنامه می‌پردازیم به نقش صنایع دستی در توسعه صنعت گردشگری. برخی از صنایع دستی که با بسیاری‌هایش آشنا هستید: حصیر بافی، ظروف مسی، میناکاری، فرش دستباف، رودوزی‌های سنتی، صنایع دستی سفالگری، صنایع دستی آبگینه، صنایع دستی چوبی، صنایع دستی نگارگری، نمدمالی و صنایع دستی چرم. اینها محصولات هستند که توسط مردمان بومی یک منطقه تولید می شوند. این محصولات به عنوان شناسنامه تاریخی، فرهنگی و هویتی افراد یک قوم یا جامعه در بررسی تاریخچه، آداب و رسوم، سنت‌ها، فرهنگ و توسعه ملی نقش مؤثر دارد. و حالا میشنویم از خانم حسن‌زاده، مسئول گالری رستاک، که چه سبک کار میکنند و هنر دستشان چه است. کاری که من انجام میدم نقاشی روی شیشه، اسمش ویترای، با رنگ‌های ویترا و دورگیر ویترایی که داخل ایناست. به خاطر آسون بودن کار من قیف درست میکنم و داخل این میکنم و دورگیر رو انجام میدم. دورگیری هم این طرح‌ها همش ذهنیه، یعنی دقیقاً مثل ترکمنا که قالیچه‌های دستی میبافن، همش ذهنی و دلی.
همه اینا که من هر کدوم طرح میندازم نقش بعدی میاد تو ذهنم، یعنی از روی هیچ الگویی بر نمیدارم. بعد که دلگیری رو انجام دادم یک تایمی میذارم خشک شد. بعد با رنگ‌های ویترایی که رنگ‌های مایع به این صورت با قلمو اینا رو پر میکنم. تمام این خطوط همه پر میشه. یک نمونه کار شده تا الان داریم؟ نمونه کار که اینا همه کار ویترایه. مثلا کتاب استاد شجریانه که اینا همه خطاطی شده، دورگیری و رنگ شده. نوری هم هستش. این تابلو طاووسه که نمونه کار زدم برای پنجرهای ورودی خونه ها، مساجد، جای زیارتی و عرفانی اینا استفاده میشه این کار. و من خودم خلاقیت دادم که روی جاشمی اینا رو طراحی کردم. چون حس میکنم الان خونه‌های الان همه آپارتمانی شده و دور شدن از اون حالت عرفانی که قدیما داشتن، مردم قدیمی صمیمیت روحانی بودن. و این رنگ‌ها کلا رنگی که روی شیشه استفاده میشه و نور بهش تابیده میشه روی روحی انسان خیلی انرژی داره. بعد دیگه این آوردم روی شیشه که بتونن تو آپارتمان بزنن، توش شمع روشن کنن و محفلشون رو نورانی کنن و رنگ ببرن، خیلی عالی، لذت ببرن. صنایع دستی با این همه خوبی ها برای افزایش جذابیت فرهنگی نیز کمک کرده است. مهمترین دلیلی که گردشگران خارجی را به سفر به کشورهای دیگر ترغیب می کند، پیشینه تاریخی آن جوامع و جذابیت فرهنگی آنهاست. صنایع دستی به عنوان شناسنامه تاریخی و فرهنگی کشورها بخشی از تاریخ، فرهنگ، هویت و گذشته یک ملت را به جوامع دیگر میشناساند. با رشد صنایع دستی می توان علاوه بر توسعه اقتصاد روستایی و کسب و کارهای کوچک محلی و بومی، جذابیت فرهنگی کشور را نیز نزد خارجی ها افزایش داد.